بچه سلام، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خوش اومدیم به اولین رادیو هکری که داریم تو چنل دنیای تاریک آپلود میکنیم. موضوع رادیو هکر ما تو زمینه توسعه فردی، لایف استایل خوب و پیشرفت تو زمینه برنامه نویسی و حوزه آیتیه. بچه تو این اپیزود اومدیم راجع به 4 تا موضوعی که توی لایف استایلمون خیلی به درد میخوره صحبت کنیم و بیشتر به درد برنامه نویسا و کسایی که تو حوزه آیتی کار میکنن به دردشون میخوره. بچه موضوع اول که میخوام راجع بهش صحبت کنم صبح بیدار شدنه. منظور صبح بیدار شدن همون صبح زود بیدار شدن. بچه دقت کردیم بعضی وقتایی که ما صبح دیر از خواب بیدار میشیم، مثل ساعت 11-12 داریم دیر از خواب بیدار میشیم، اون روز، اون ساعتی که تو اون روز هست داره خیلی زود میگذره. خودکارا رو بزنم این ولی آره، اون ساعت و اون روز خیلی واسه ما زودتر میگذره و وقتی آخر شب میایم ببینیم خب ما تو این روز چه کارهایی انجام دادیم، چه پیشرفتی کردیم، میبینیم که ای بابا بی غیر از 4-5 تا کار چرت و پرت هیچ کاری انجام ندادیم، یعنی هیچ حرکتی نزدیم، هیچ پیشرفتی نکردیم. به خاطر همین میخوام یه تکنیک خیلی خوب به شما یاد بدم که تکنیک که نمیشه گفت ولی خب بیشتر شبیه مبارزه است، مبارزه با خودت، که سعی کنی صبح زود بیدار بشی. بچه همه ما این مشکل رو داریم که وقتی میخوایم صبح بیدار بشیم، وقتی آلارم گوشی به صدا در میاد میبینیم که اوی ساعت 6 صبح مثال، بیرون تاریک، خروس فقط داره واسه خودش میخونه، هیچکی نیست تو خیابون تو کوچه، چرا من باید این موقع بیدار بشم؟ اینجور حرفایی که تو ذهن ما تو اون لحظه میاد همشون از سمت احساسات ماست. خب وظیفه ما چیه این وسط؟ وظیفه ما اینه که با اون احساسات مبارزه کنیم، یعنی تا جایی که جا داره بگیری مثل سگ بزنی اون احساسات رو، یعنی دهنش رو سرویس کن. خب همین دهن سرویس کردن احساسات باعث میشه که تو مراحل بالاترم، تو شرایطهای دیگه، تو شرایط سخترم بتونی همون احساسات هم دهنش رو سرویس کنی. این حرف رو از طرف خودم دارم به شما میزنم، منی که به سرم خیلی اومده این موضوع. به خاطر همین میگم سعی کنید دهن احساساتتون رو سرویس کنید. همین کشتن، کیل کردن احساساتتون باعث میشه که شما یه دیسیپلین قوی توی ذهنتون داشته باشین. یعنی اولین قدم ملکه شدن دیسیپلین توی ذهن مبارزه با احساساته، چون هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم، چیزی که جدا داره انجام دادن اون کاره میشه اون احساسات ماست. یعنی کثیف‌ترین از این احساسات نداریم. خب پس اولین قدم ما اینه که با احساساتمون مبارزه کنیم. دوم، سعی بکنین با خودتون هم مبارزه کنین. بعضی وقتا ممکنه احساسات رو شکست بدی ولی خب باز خودت دو دل باشی، باز بگی که حاجی بیدار بشم بیدار نشم. اگر بتونین تو اینجور مواقع، باز هم دارم تکرار میکنم این موضوع، اگر بتونین تو اینجور مواقع احساساتتون، خودتون، عواطفتون رو شکست بدین، قطعا تو جاهای سخت از اینم مثل آب خوردن میتونین شکست بدین احساساتتون. پس سعی کنین صبح زود بیدار بشین. شبم خب به اصطلاح چی میگن، زود بخوابین. خب اینم یه موضوع خیلی منطقیه که آدم صبح زود بیدار بشه، خب به قولی چی میگن، تایم بیشتری هم داره واسه انجام کار. و شبم که وقتی میخوای بری داخل رخت خواب، میبینی که با یه تن خیلی خسته، با یه ذهن خیلی خسته، تا سرتو میذاری رو بالش خوابت میگیره. این از این موضوع. موضوع دوم رعایت کردن صبحونه است. یه نکته‌ای که خیلی مهمه تو این رعایت کردن صبحونه که امروز میخوام به شما بگم، همین بحث خوردن صبحانه روغنیه. صبحانه روغنی یعنی چی؟ همین املت، نیمرو، اینا صبحونه‌های روغنی هن. خب بچه‌ها غذای سنگین، صبحانه سنگین اصلا اول صبح نخورید.
مخصوصا وقتی صبح خیلی زود بیدار میشین. خب به هر حال وقتی هر آدمی صبح زود بیدار میشه، کم کمش یه 20-30% باز خواب تو اون ذهنش هست دیگه، باز دلش میخواد بره بخوابه. خب وقتی ما بلند شیم صبح زود، یه صبحونه سنگین هم بخوریم، خب بازم قطعا خوابمون میگیره. پس سعی کنین یه صبحونه بخورین که اول به شما انرژی بده، اون چیزی که دلتون میخواد باشه، تا بگید وقتی که اون صبحونه رو میخورین یه انگیزه ای هم بیاد توی ذهنتون. خب و بعدش شروع به کار خودتون بکنین. پس حتما این نکته رو رعایت کنین که صبح غذای سنگین و روغنی نخورین. موضوع دوم اینه که قبل از اینکه بخواین کاری رو شروع کنین، این نکته رو من باید توی زمان خوابم میگفتم که یادم رفت، الان دیدم یادم افتاد. قبل خواب، قبل شروع کار، حتما ذهن خودتون رو روی کاغذ تخلیه کنید. یعنی اون نشخوار فکری که موقع خواب داری، هی میخوای چشاتو بذاری رو هم بخوابی، میبینی اون فکر، اون موضوع میاد توی ذهنت، هی رد میشه، تو هی بهش جواب میدی، اون یه دلیل منطقی واسط میاره. نمیدونم سرتون اومده یا نه. سعی کنین قبل خواب یا قبل انجام کارتون ذهن خودتون، هر چی که توی ذهنتون داره میگذره روی کاغذ بنویسین. اگه جوابی هم توی ذهنتون داشتین که به اون سوالتون میدادین، روی کاغذ به اون سواله بدین. هر چی هست توی ذهنتون خالی کنین تا موقع انجام کار ذهنتون به اونجور نشخوار فکری مشغول نشه. حتما قبل خوابم این موضوع رو انتخاب کنین و امتحان کنین تا نتیجه خیلی خوبی بگیرین. موضوع سوم نفس کشیدن موقع کاره. یعنی اینکه ما وقتی که داریم یه کاری انجام میدیم، وقتی داریم درس میخونیم، هی خوابمون میگیره، هی از چشامون اشک میاد، هی خوابمون میگیره، هی ذهنمون مشغوله، نمیتونیم تمرکز کنیم. درمان این موضوع، به قول ترکا، درمان این موضوع نفس کشیدن هنگام کاره. نفس عمیق نه، نفس معمولی، دم بازدم. پس حتما موقع کار یا موقع درس خوندن، وقت دارین درس میخونین، کاری انجام میدین، نفس بکشین تا تمرکزتون هم اوکی بشه و خوابتون هم نگیره. دلیل اینم که ما خوابمون میگیره موقع کار، نرسیدن اکسیژن به بدنه. و حتما امتحان کنین این موضوع رو. موضوع چهارم گذاشتن هندزفری یا هدفون موقع کاره. زمانی که ما داریم یه کورسی رو به عنوان مثال توی لپتاپمون میبینیم، توی گوشیمون داریم میبینیم، یه موضوع داریم یاد میگیریم، وقتی از اسپیکر لپتاپ یا از اسپیکر خودمون داریم صدای اون مدرس و صدای اون محتوا رو، صدای اون ویدیو رو داریم میشنویم، خب به قولی بیشتر حواسمون پرت اطراف نسبت به اینکه حواسمون به اون دوره باشه، به اون کورس باشه، به اون چیزی که داریم میشنویم باشه. خب برای اینکه حواس پرتی نداشته باشین، سعی کنین یه هندزفری یا یه هدفون توی گوشتون بذارین، از طریق هندزفری و هدفون اون موضوع رو دنبال بکنین تا به قولی صدای اطراف یا چیزی که اطرافتونه حواستون رو پرت نکنه. و یه نکته مهمی که در آخر میخوام به شما بگم، برای اینکه موقع کار خسته نشین و حوصلتون سر نره، تکنیک 25 دقیقه است. یعنی شما با استفاده از تایمری که دارین 25 دقیقه کار میکنین، 5 دقیقه به خودتون استراحت میدین. یه مثال به شما بزنم. فکر کن شما دارین کد نویسی میکنین، دارین یه برنامه رو مینویسین، دارین یه اسکریپتی رو مینویسین. خب این اسکریپت خیلی زمان بره، 4 ساعت 5 ساعت زمان شما رو قراره بگیره. خب شما برای اینکه موقع انجام این کار خسته نشین، انگیزتون بالا بمونه، با این فرمول جلو میرین: 5 دقیقه کار، 5 دقیقه استراحت. تایمر گوشتون رو روشن میکنین، روی 5 دقیقه تنظیم میکنین، 5 دقیقه با نفس کشیدن تمرکز میکنین روی کارتون رو اجرا میکنین. بعد اینکه تایمر گوشیتون بعد 25 دقیقه به صدا در اومد، از اون محیطی که داشتین اون کار رو انجام میدادین، به عنوان مثلا ما داریم با لپتاپ توی اتاق کار میکنیم، تو اون 5 دقیقه که قرار ما استراحت کنیم، کلا از اون محیط کارمون فاصله میگیریم، در حدی که اصلا اون محیط کارمون نبینیم. خب 5 دقیقه از اون محیط کارمون دور میشیم.
بعد اینکه 5 دقیقه استراحتمون رو کردیم برمیگردیم باز 25 دقیقه سر کار خودمون. این تکنیک به درد آدمایی میخوره که هنگام کار حوصله‌شون سر میره. خب یعنی حوصله‌شون نمیکشه وای من 5 ساعت باید بشینم پای این کار و اینجور مسائل. این تکنیک رو حتما امتحان کنین. اگه اشتباه نکنم اسمش پومودورو بود، همچین اسمی داشت، الان یادم نیست. و اینکه همین دیگه، امیدوارم که مسائلی که به شما گفتم حداقل 1-2% به دردتون خورده باشه به عنوان یه برنامه‌نویس، یه هکر که اینجور مسائل خیلی سرم اومده بود و راه حلایی که به دردم خورده بود و به شما گفتم شاید به درد شما هم بخوره. و اینکه همین دیگه، امیدوارم لذت برده باشین از این پادکست. بازم معذرت میخوام بابت اینکه بعضی موقع کلمات رو قاطی میکردم یا توپق میزدم، به خاطر یه بیماری که دارم، به خاطر همون، به خاطر اختلال روانی که دارمه. و سعی میکنم از ویدیوهای بعدی حتما مدیریتش کنم این موضوع رو. و اینکه همین دیگه، مراقب خودتون باشین. خیلی چاکریم و فعلا پیس.